مکعب روبیک، مکعبی که حتی خالق آن 1.5 ماه زمان برد تا آن را حل کند. پروفسور ارنو روبیک، معمار و مجسمه ساز مجارستانی، در سال 1944 این مکعب را به جهان عرضه نمود. مکعبی که کار چندین جلسه تراپی و سمینارهای افزایش حافظه را به تنهایی برای حل یک بار آن انجام می‌دهد. در حال حاضر مسابقات بزرگ جهانی متعددی در حال برگزاری است و این مکعب 3x3 در سرعت چشمگیر زیر 4 ثانیه دارای رکورددار جهانی است. یک عضله‌سازی قوی برای نورون‌های مغزی به عبارتی تقویت مهارت‌های شناختی و هماهنگی اعصاب و عضله و حتی سلامت روان را به همراه دارد. همه اینا تنها با یک بار حل آن در روز میتونی به دست بیاری.